طبق اطلاعات دریافتی رادیوی آزادی حکم دادگاه عالی در نسبت دو گمانبر اساسی کشتار یک عائله در ناحیه رودکی هفته گذشته صادر شده است. با گفته نزدیکان یکی از گمانبران دادگاه سیفالله عظیموف را به حبس ابد محکوم کرد. عظیموف 32 سال داشته یکی از گمانبران اساسی در قتل شهلا نظرова و 3 فرزندش گفته می شود. سیفالله عظیموف در یک نوار وزارت کارهای داخلی که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است نشان میداد که چگونه شهلا نظرова و فرزندان او را کشته است. واکنش پیوندان عظیموف به حکم فعلا معلوم نیست. آنها قبلا در صحبت بدون میکروفون گفتند سیفالله عظیموف از بیانیه‌های اولش دست کشیده است. پیشتر دادستان یا ایبدار کننده دولتی از دادگاه برای سیفالله عظیموف حبس ابد طلب کرده بود. گمانبر دوم در این پرونده نعمان سیدوی 17 ساله است. دادگاه عالی با سبب نابالغ بودن پرونده او را جدا از سیفالله عظیموف بررسی کرد، اما جزئیات حکمش فعلا معلوم نیست. طبق قانونگذاری تاجیکستان دادگاه حق فاش کردن حکم شخص نابالغ را ندارد. مرافع این نابالغ پس درهای بسته گذشته است. نمایندگان دادگاه عالی با سبب قوه قانونی نگرفتن حکم از شرح مسئله خودداری کردند. کشتار شهلا نظرова و 3 فرزندش شب 5 و 6 سپتامبر در منزلشان در دهه دریاآبادی ناحیه رودکی رخ داد. پسر این زن 12 ساله و 2 دخترش 15 و 17 ساله بودند. به گفته همسایه‌ها جسد آنها را بعد 2 روز پیدا کردند. پدر این خانواده در روسیه مهاجر بود و بعد رخ دادن این حادثه به وطن برگشت. این کشتار نگرانی‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد.